قطعا نمیدونستی از هر برند کدوم مدل بهترین عطرشه. از برند زرجوف الکساندریا تو شاه عطراشه، یه عطر یونیسکس معتدل رو به گرم. از برند دمالی مدل هالتان، یه عطر گرم و ادویه‌ای و شرقیش بهترین عطرشه. از برند کرید مردونه ابسولو اونتوس و زنونه کوین آف سیلک بهترین عطر این برندن. از برند لویی ویتون که پرفروش‌ترینش هم هست آمبر نومد بهترین عطر برند لویی ویتونه. از برند بایکیلیان آنجلشه یه عطر عسلی کاراملی مشروبی، یه عطر یونیسکس که بهترین و پرفروش‌ترین این برنده. و از برند آماژ سلطان خاورمیانه پرپس 50 تو لاین مردونه و آماژ آنر سفید بهترین عطر تو لاین زنونشه. عطرایی که گفتم شما کدومش رو استفاده کردید؟ نظرتون رو حتما کامنت کنید و بگید جای کدوم عطر خالیه تو این لیست.